پشتی بداوی هاتن اگر دوازدهان یا دانوستاندن نور سلطان درباری سوریه کازاخستان هر دو روزم بریده به سرپرستی هر سیالاتن گرانتور بالافرین روسی جاردن دورند بین کنترل چکدارن اپوزیسیون سوریه ده لباکور سوریه آرمانچ کردن و هجمار قربانی دنابرا کشتی و برینداران دکتن. جالگوان ندینا و باجار حمای راگهاندن که بالافرین شرکریین روسی ده درنگیا شوی هجمارک دور لگوندواری حمای بمباران کرنده انجام ده به اینجا ولاتین سیویل جگوند العمقیه لروشاوای گوندواری حمای جان خوژی دزدان لگل برینداربونا هجمارک کسندن. همان جدران سربار کرن لدورات الهواجی 5 سیویل هاتن کشتن ده انجام و ایریشه ده. اره لگوری چالگوانان دان خویا کرن که هفدمی آرمانچ کرنا بالافرن روسی لدورن لباکوری سوریه هیزن رژیم اسدجی به هجمارک توپ بتوندی هر دو باجارن الله تامنی و کفر زیتا لحمای تو باران کرن کود انجام ده هجمارک کشتی و بریندار کتن سرباری گشتنا زیان مادی مزن لسرمالو ملکن ولاتین دوره. جالی خوفجی بروانیا سیویل ادلب راگهاند که هیزن رژیم اسدین لروش حالاتی گوندوار ادلب دمینن بده توپان در دورا باجارو که جرجناز لگوندوار معرت نعمان آرمانچ کر و زیان بتن مادی بون به کوتو زیان جانی هبن. ابدا مکو باجارو کن کول دورا بیچک دکوه لهر دو باجارین ادلب و حمایه جالی رژیم اسد و بالافرین شرکریین روسی و تین آرمانچ کرن که ده انجام وان ایریشانده بدهان سیویل بونا قربانی سرباری دربونا خلکن و دوره برف دبرین آرام و